در راه دوشنبه چناق بعد از تازه نمودن ترماهای زیاد حرکت واسطه‌های نقلیات دیگر باره تامین کرده شد، اما تا به حال در منطقه‌های کوهی راه خطر فرآمدن ترمز زیاد است. بنابراین از رانندگان و مسافران خواهش کرده می شود که تا برطرف نمودن خوف و خطر به ضرورت به سفر نبرایند و وابسته به وضع آب و هوا و حالت کنونی راه همیشه به توصیه‌های نهاد دخلدار اعتبار دهند. یادآور می‌شویم که شبانه روز آخر با سبب برفریزی شدید و پی هم فرآمدن ترماها در راه دوشنبه چناق از کیلومتر 48 تا 73 انیخترش در منطقه ورزاب حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات موقتا منع گردیده بود. در این قطعه راه صرف نظر از بارش منتظم برف و فرآمدن ترماهای زیاد، کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری شبانه روز فعالیت داشتند. با تدبیراندیشی سری وقتی، کارمندان فیلیال شرکت در کوتاه‌ترین مهلت حرکت واسطه‌های نقلیات را در مسیر دوشنبه چناق تامین کردند. تنها در دوام 2 روز اخیر کارمندان نمایندگی فیلیال شرکت در منطقه ورزاب با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری 25 ترمه خرد و کلان فرآمده را تازه نموده برای بخطری حرکت در راه مواد ضد لغزش پوشیدند. کلانترین ترمه فرآمده در کیلومتر 65 راه بود که 10 متر بلندی و زیاده از 600 متر پهنایی داشت. تنها برای تازه نمودن این ترمه کلان از دو جانب 6 تکنیک پراقتدار فیلیال شرکت حدود 5 ساعت به ایست فعالیت کرد. شاهدان حال میگویند با وجود زیاد بودن خوف و خطر، کارمندان فیلیال شرکت در شب نیز به تازه نمودن ترماها و کارکرد قطعه‌های علاهده راه ادامه دادند. همزمان کارمندان فیلیال شرکت در یکجایگی با نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در وقت بسته بودن مسیر ماشینگرد دوشنبه چناق، رانندگان و مسافران را به جای‌های بی‌خوف برده آنها را با مواد غذایی تامین نمودند. راه دوشنبه چناق که از آفات طبیعی بیشتر آسیب پذیر است، فیلیال شرکت برای به مشکلی سپری کردن فصل زمستان، خصوصا جهت برطرف نمودن ترماها و یخبندی، قبل از همه آمیخته قم و نمک، سوزشواری دیزلی، روغن برای نقلیات، چرخ‌های واسطه نقلیات مخصوص گردانیده شده و سرلباس برای کارمندان ذخیره کرده است. همزمان زیاده از 210 تکنیک و مکانیزم شرکت در حالت کار قرار داشته، تعداد بیشتری آن در منطقه برزاب در تازه کردن راه از برف و ترمه استفاده کرده شد. Coisa tafasca. Ne, ya نیست. شبانه روز آخر با سبب برفریزی شدید و پی هم فرآمدن ترماها در راه دوشنبه چناق از کیلومتر 48 تا 73 انیخترش در منطقه ورزاب حرکت همه گونه واسطه‌های نقلیات موقتا منع گردید. در این قطعه راه صرف نظر از بی‌ایست بودن بارش برف و فرآمدن ترماهای زیاد، فعالیت کارمندان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان با استفاده از تکنیک و مکانیزم‌های ضروری نظررس است. تدبیراندیشی‌های سری وقتی کارمندان فیلیال شرکت با آن خاطر است که در کوتاه‌ترین مهلت حرکت واسطه‌های نقلیات در مسیر دوشنبه چناق تامین کرده شود. تنها در دوام شبانه روز آخر کارمندان نمایندگی فیلیال شرکت در منطقه ورزاب با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری شماره زیادی ترماهای فرآمده را تازه و راه را با مواد ضد لغزش کارکرد نمودند، اما تا به حال خطر فرآمدن ترمه زیاد است و بارش برف هم شدت می‌گیرد. نیمه دومی امروز در کیلومتر 65 راه ترمه فرآمد که بلندیش 10 متر و پهنایش زیاده از 600 متر است. به طور فوری در منطقه ذکر شده از هر دو جانب 6 تکنیک پراقتدار به تازه کردن ترمه ذکر شده شروع نمودند. مسئولان شرکت میگویند در حالت ضروری، خصوصا در وقت برفریزی زیاد و بیشتر شدن خطر ترمه‌فرایی، موقتا منع کردن حرکت واسطه‌های نقلیات در نوبت اول و بخطری رانندگان و مسافران ربط دارد و این تصمیم در هماهنگی با ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی، وزارت کارهای داخلی و کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گرفته می‌شود.
بنابر این از شهروندان خواهش کرده می شود که ماهیت اقدام مذکور را درک و تا برطرف نمودن خوف و خطر از سفر خودداری نمایند. در معلوم گردید در اکثر قطعه‌های راه دوشنبه چناق برف بلند بوده. رهبریت فیلیال شرکت، مسئولان ریاست بازرسی دولتی اتومبیلی و وزارت کارهای داخلی در منطقه‌های آسیب پذیر راه قرار دارند. همچنین از جانب کارمندان نمایندگی فیلیال شرکت در منطقه ظرفشان بر رانندگان و مسافرانی که بنابر موقتا بسته بودن راه در این منطقه قرار دارند مواد غذایی دسترس کرده شد. مسئولان میگویند آمادگی فیلیال شرکت برای به مشکل سپری کردن فصل زمستان همه‌جانبه و جدی بوده. در این رابطه به قدر ضروری مواد ضد لغزش، سوزشوار دیزلی، روغن برای نقلیات، چرخ‌های واسطه نقلیات مخصوص گردانیده شده و سر و لباس زمستانه برای کارمندان ذخیره کرده شده است. همزمان زیاده از 210 تکنیک و مکانیزم شرکت در حالت کاری قرار داشته. تعداد بیشتری آن در منطقه برزاب در تازه کردن راه از برف و ترمه استفاده کرده می‌شوند. عین زمان حرکت واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 48 تا 73 راه ماشینگرد دوشنبه چناق موقتا منع کرده شده است. امروز همچنین با سبب بارش باران در بعضی از قطعه‌های راه ریزش سنگ به عمل آمده. این حالت از جانب کارمندان فیلیال شرکت سریع وقت برطرف کرده شد. باید مطمئن که Aktivek. Armaya falan düşüyor. Da minuta malčany. Vero, دوام بکنیم ده حقم را که اکا میریم و زگن تونل میستیم نمیریم یکون تونل را بجو میشیم ریسکاوت نمیکنیم بخواه پشت همه میریم ریسکاوت کن در کار نیست اکا پشت همه چی میریم؟